خواهر مسلمان در صفحات و در شبکه‌ها و در سایت‌های اینترنتی شما سر بزنید چه لباس در تن دارن، چی میپوشن، چه حرکات از خود نشان میدن، موی سرشان چی میگوید، گریبانشان چی میگوید، دستهای برهنهشان چی میگوید، شکم برهنهشان چی میگوید، پاهای برهنهشان چی میگوید، کلماتی که از زبانشان بیرون میشود چی میگوید. که آیا اینها کسانی هستند که اگر به یک کافر نشان بدهی مسلمان یعنی این، آیا اون از اسلام بیزار نمیشود؟ حالا به کافر کی را نشان بده؟ یک کافر میخواهد نمونه درست اسلامی و مسلمانی رو در وجود یک مسلمان ببینه. برای کافر بگویم بیا در دهن دروازه هتل تو را میبرم، مسلمان ها را داخل هتل مشاهده بکن، خواهر مسلمان را داخل هتل ببین، این پدرش مسلمان، مادرش مسلمان، خواهرش مسلمان، برادرش مسلمان، بابا و بیبیش مسلمان است، بیا دهن دروازه هتل استاد شد. همینجا استاد شد که از مسلمان ها از موتر پایین میشه تو مشاهده بکن. خودتان بیاندیشین عزیزان من هفته قبل گفتم کی بیدار میشی؟ کی بیدار میشی؟ وقتی که ملک الموت آمد، وقتی که در داخل تابوت گذاشته شد، وقتی که غسال غسل ما داده، وقتی که به سمت قبرستان بردیم ما، وقتی که داخل قبر گذاشتن، وقتی سؤال نکیر و منکر شروع شد، اون وقت بیدار میشی. امروز تو خودت بگو، خواهری که در صفحه تیک تاک است، خواهری که در اینستاگرام ویدیو میگذارد، خواهری که در یوتیوب ویدیو میگذارد از خودش، از تنش، از اشوه‌گری هایش، از گردن برهنش، از شکم برهنش و از قول و دست و پای لوچش، از تو پرسان میکنم آیا در ظاهر فرق بین اون و بین یک یهودی و نصرانی میبینی؟ بران جواب میبینی؟ آیا این امت محمد امین نیست صلی الله علیه و سلم؟ آیا این دختر یک مسلمان نیست؟ آیا این دختر یک بابی مسلمان نیست؟ آیا این خواهر یک مسلمان نیست؟ آیا همسر یک مسلمان نیست؟ وقتی که میبینی در صفحات میگن موسیقی غذای روح هست، موسیقی غذای روح هست. اینهایی که رفتن ستاره افغان شدن، باور بکن وقتی رفته بودن با چادری رفته بودن، وقتی رفته بودن رویشان پتو بود، پوشانیده بودن، رفتن اون دو خواندن را شروع کردن. الان همون خواهرانه که مسلمان بودن در آغوش مسلمان از همین شهرهای افغانستان بودن، پدرشون در صف اول مسجد می نشست. الان دخترشان بروین در غرب، موسیقی غذای روح است. یک خواننده اون روز میگفت، کسی ویدیوش به من نشان داد، او در ویدیوی خود میگه یک کسی دمه پیام مانده برای من میگه که تو از خدا بترس. او چی میگه؟ من چرا از خدا بترسم؟ من چرا از خدا بترسم؟ خدا مگر کدام هیولاست؟ خدا کدام چیزی وحشتناک است؟ الله در قرآن میگه فلا تخافوهم بخافونی، ای مسلمان از من بترس. فلا تخشوا الناس واخشونی، ای مسلمان از من بترس. ولم یخش الا الله. صفت مسلمان بیان میکند، صفت مسلمان همین است که ترسش غیر است از خدا، از کسی دیگر نیست. ببین من گفتم حیا که نبود ایمان نیست. ببین حیا بی حیایی به کجا رسونده اونها را. اونها دیروز در کابل و مزار و شهرهای افغانستان بودن، در تمام شهرهای افغانستان زندگی میکردن. 2-3 سال پیش امروز رفتن به غرب، اولین سنگی که به اسلام میزنن همونه هستن. به حجاب محمد امین صلی الله علیه و سلم، این پیامبر محبوب و نازنین، به حجاب فاطمه الزهرا که پیامبر فرمود حجاب فرض الله است، امروز به حجاب توهین میشه. امونا نمیکنن، با آواز بلند میشن، با عالم دشنام نمیدهن، به قرآن توهین نمیکنن. حجاب آیا در قرآن آمده یا سخن علماست؟ با آواز بلند. در قرآن آمده. آیه 59 سوره احزاب را مطالعه بکن. ای خواهر گرامی، ای مادر گرامی، بترس از روزی که رویت به یک دیوار، پشتت به یک دیوار، هیچ کس نیست به همراهت.
نه او اشوگری های دست، نه او تک تاک دوستایی که در تک تاک داشتی، نه او اینستاگرام است. هیچ کسی نیست، تک و تنها میمانی. بترس که روز پیر میشی، جسمت ضعیف میشه، پوستت خراب میشه، صورت و زیبایی از تو گرفته میشود. وقتی نوای تو و نواسه تو ببیند تو را در صفحات که این بیبی من است، این بیبی بی حیا و بی شرم من است که مسلمان بود اما آبروی اسلام را برد، چه جواب داریم؟ امروز یک خواهر مسلمان 16 سال پدر زحمت میکشه، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال مادر زحمت میکشه. پدر میگه چادرت کسی نبینه، دهن دروازه استاده نشوی، از دروازه بیرون نگاه نکنی، بچه خالد که آمد باز نبیایی پیش، بچه کاکایت که آمد باز محرمت نیست، متوجه باش. در مسیر مکتب رفتی متوجه باش که کسی تو را نبینه، با کسی پیام نکنی، با کسی چت نکنی. دختریم ما غیرت داریم، دختریم ما افغانیم، دختریم ما مسلمانیم. تو را به ایمان جواب مرا بگو جوان عزیز، آیا باید قلب‌های ما تکه تکه نشود؟ آیا باید خون گریه نکنی که وقتی این خواهر مسلمان رو به یک جوان بی حیا به ازدواج داده می شود، وقتی می برد این رو داخل هتل، من از تو پرسان میکنم 30 تا گارسون در همون روز این دختر تمام بدنش، نیم بدنش برهنه است، شانه هایش برهنه است. بسیار عفو میخوام، عفت کلام را رعایت کنم، چاک سینه‌اش نمایان است، موهایش برهنه است، پاهایش برهنه است، خواهرش پایش برهنه است، خواهرش قولش برهنه است. پیش روی اون کامرامن و 30 تا گارسون یا 20 تا گارسون که در داخل هتل است میرقصد و این جوان مسلمان نماز خوانده، حاجی صاحب است، ملا صاحب است، قاری صاحب است، شیخ صاحب است، در خانقاه میره، 27م خانقاه ها را میپاله، در تبلیغ میرود، در سخنرانی علما گریه میکند، بعد در کنار همسر خود استاده شده به خدا میگه خدایا امروز به تو پاش میکنم. نعوذ بالله. آیا جای درد نیست؟ آیا همین الان در همین مزار ما این جریان نداره؟ در همین شهرهای افغانستان جریان نداره؟ تو در داخل هتل برو، یک دفعه خواهر مسلمان خود را ببین، یک دفعه دختر مسلمان خود را ببین، یک دفعه مادر مسلمان خود را ببین، اون اشکهای نبی را به یاد بیاور، اون خونه هایی که از پاشنه های پای نبی جاری شده بود به یاد بیاور، اون عمر که شهید شد به یاد بیاور، عثمان که شهید شد به یاد بیاور، علی که شهید شد به یاد بیاور، هزاران حیات الدین ها که شهید شدن به یاد بیاور، ایاز نیازی را به یاد بیاور، مسلمی ها را به یاد بیاور. اینها برای چه شهید شدن؟ ما کجاییم؟ جوانان عزیز، وقتی میریم در صفحات تیک تاک و اینستاگرام خواهر مسلمان خود را لایک میکنیم، خواهر مسلمان خود را که بی حیا و بی حجاب از قلب برش میگذاره، آیا واقعا حیاست؟ آیا واقعا روز قیامت الله نمیپرسد که ای بنده تو در خانه تنها لایک کردی، در خانه تنها قلب گذاشتی، اما نمیدانستی که دوربینه های من نصب بود؟ الم یعلم بان الله یرا. آیا بشر نمیداند، آیا انسان نمیداند که خدا میبیند؟ ای خواهری که در تیک تاک این همه بی‌شرمی میکنی، این همه بی‌حیایی میکنی، من مطمئن هستم هنوز ایمان داری، من مطمئن هستم هنوز ایمان در وجود تو هست. اگر به تو بگویم قرآن با لگد بزن نمیزنی، احترامش داری، ولی بیا از خدا بترس، بیا از این بیشتر آبروی این اسلام عزیز ما را نبر، از این بیشتر خود را بدنام نکن، از این بیشتر شرافت فروشی نکن، عزت فروشی نکن. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود فإن الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. تو خودت بیندیش جوان عزیز، امینایی که اینجا نشستی، آیا خواهر ما به هتل میره و چی نوع لباس میپوشد؟ کدام وقت پرسیدی خواهرت؟ این چه افتخار است که خواهر ما یک لباس تنگ بپوشد و کل بدن خود را برهنه بکند، یا لباس بپوشد که برجستگی های وجودش برای این چه افتخار است؟ چه لذت داره؟
اگر زن ما یک لباس بپوشد که برجستگی های وجودش برای و بچه های مردم اجنبی ها از او لذت ببری، چه افتخار است، این چه لذت داره. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، حدیث مسند امام احمد 25660 رقم حدیث است. وقتی که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، عایشه می رفت به زیارت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم، چون در داخل حجره خود عایشه دفن شده بود پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم. یک بار با آواز بلند بگو صلی الله علیه و سلم. باز می رفت به زیارتش. بعدش پدرش وفات کرد، صدیق اکبر، فدای این یار غار نبی خود شدیم، فدای این صدیق با غیرت شدیم. بردن کنار نبی علیه السلام دفنش کردن. عایشه می رفت رضی الله تعالی عنها، حجاب خود را می گذاشت، می گفت پدرم است، این دیگه شوهرم است. وقتی عمر را دفن کردن در کنار نبی علیه السلام، حضرت عایشه قسم می خورد، به خدا قسم، وقتی من می رفتم به زیارتش حجاب خود را خوب محکم به خود می بستم. به خاطر چی؟ حیا من عمر، من از عمر حیا می کردم. عایشه مادر ما از مرده حیا می کنه. من امروز خواهر مسلمان از هیچ کسی حیا ندارد. من دور از خوبا باشم، به خوبا کار ندارم. اگه برش حجاب میگی دشنام میدهد به اسلام، اگه برش حجاب میگی دشنام میدهد به علما، اگه برش میگی خواهر عزیز و گرامی، تو الماسی، تو قیمتت خیلی بلند است. اسلام قیمت تو رو خیلی بالا کرده. اسلام به شوهرها میگه و عاشروهن بالمعروف، با زنان خود خوش اخلاق باشه. اسلام میگه الجنة تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادران است. همین مادر مگر زن نیست؟ الجنة تحت اقدام الامهات، جنت زیر پای مادران است. من عالم روحانی هم اگر مادرم از من راضی نباشد، بوی جنت در مشام من نمیرسه. اسلام چقدر عزت میدهد به زنان، چه وقار و جایگاهی به زنان داره. چی بدی از اسلام دیدی خواهر گرامی، خواهر عزیز؟ چی بدی از اسلام دیدی؟ مگر عزت به تو اسلام نداد؟ مگر تو زنده به گور نمیشدی در زمان جاهلیت؟ مگر در آمریکا و اروپا همین الان زنان با سگان ازدواج نمی کنن؟ مگر زنان مثل لباس نیلامی خرید و فروش در غرب نمی شوند؟ مگر یک زن با 100 تا مرد ارتباط نامشروع ندارد؟ خب تو اسلام عزیز عزت دادن. برای تو میگن باید مهر بپردازه یک مردی که با تو ازدواج میکنه. با مرد میگه خوش اخلاق باش. مردی که خوش اخلاق نیست با همراه زنش بد اخلاق است و ظالم است، روز قیامت الله او را در کنار ظالمان حشر میکند. با پدر میگه ای پدر، اگر 2 تا دختر یا 2 تا خواهر درست تربیتش کردی، اسلام را برش تعلیم دادی، روز قیامت تو داخل جنت نیست. یک بار خوب بگو الله اکبر. این جایگاهی است که اسلام عزیز به زنان داده. من خودتا هنوز نمیدانم که چه عیب در اسلام دیدن که اسلام ناب خود را رها کردن. باور کن خوشبخت نشدن، بدبخت شدن. از بدبختی اونها شما اطلاع ندارید. فقط همون 1 دقیقه‌ای که میاین پشت تیک تاک ویدیو میگذارن، فکر می چقدر شادن. خواهر مسلمان که در اینجا میبینن بگو هو اصل زندگی در اروپا و آمریکا بدن زندگی نیست. خودکشی میکنن. خودکشی کردن. در سوئیس 2000 نفر در 1 سال ماشینی خودکشی ساختن. 2000 نفر داخل اون ماشین رفته خودکشی کرده است. آرامش فقط به یاد الله و ذکر الله.